دوستان، من مستر ترور هستم. خیلی خوش اومده به ویدیو جدید دوستان. بله، همونطور که میدونید گیم فیلتر شده و نیاز به فیلتر شکن دارید تا بازی کنید و منم اومدم با معرفی یک فیلتر شکن خوب که بسیار خوبه. از پینگتون اصلا از 150 200 به بالا نمیبره. خب بیایید اینجا یه تستشم میکنیم. ترینینگ تستشم میکنم تا ببینید که چجوری کار میکنه. الان براتون میاره، خودتون میبینید که چطوری کار میکنه. باید ببینید 94 149 خب 100 115 103 اینجوریه. کلن از 8 به بالا بره تا 200 میره، تا 200 هم نمیره، تا 150. خب بریم که با هم آموزششم بهتون بدم. خب دوستان، زیاد وقتتون رو تلف نمی کنم، خیلی سریع آموزشم براتون یاد میدم، خیلی هم آسونه. خب میای رو فیلتر شکن، اینجا رو بخش پست. خب هر گیمی داشته باشید براتون میاره که بزنید. اینجا همون گیمی که دارید میزنید، یعنی فری فایر میزنید. اینجا هر سروری که خواستید رو میتونید بذارید. من که ترکیه رو گذاشتم که خیلی خوبه، بقیه سرورها زیاد خوب نیستن. ترکیه پرسرعت‌ترین. الان رو بخش پست میزنید، الان وای میسید تا 100 پر کنه. 100 پر کرد، اینجا شروع بازی رو میزنید، خودش میاره گیمو. حالا چند لحظه وایسید تا گیم لود بشه برامون. لود شدن براتون نشون میدم که پینگم چجوریه. یه ترینینگ اسم میکنم، نشون میدم که پینگ چطوریه. پینگش عالیه. زیادم که وقتی داخل بازی بودید این سرورها عوض نمی کنید، یادتون باشه. اگه سرورها عوض کنید آی پی تون عوض میشه و آی پی عوض بشه احتمال بند شدن اکانت دارید. یا بلکلیست میشه یا اکانتتون بند میشه. اگه دوست داری اکانتتون نبره، اکانتتون دوست داری اصلا، من نمیگم که از فیلتر شکن استفاده کنید. اگر هم میخواید استفاده کنید، ولی تضمین نمی کنم که استفاده کنید. خب اینجا ترینینگ رو اسم میکنم براتون. وایسید. خب دوستان، همون دور که مشاهده میکنی پینگم 200 100 120 150 110 130 همینجوریست پینگم. خب مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.